اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الذي لا رحمن ولا رحیم غیره ولا يعبد ولا يستعان الا منه ولا يحمد سواه ولا رب ولا مربي الا اياه وهو الهادي الى صراط مستقيم ولا هادي ولا مرشد الا هو وهو الاول والاخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على سيد الرسول ومرشد الكل الذي ظهر من غيب الوجود إلى عالم الشهود لإتمام مكارم الأخلاق ولإكمال الإسلام وعلى آله وصحبه من الأولياء العظام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم. خدا کند که پروردگار طاعات عبادات ما را، میل رغبت و شوق ما را از برای شنیدن کلام حق همچون توشه آخرت از جانب ما بپذیرد و در نامه اعمال ما آن را ثبت سازند و فردا روز قیامت آن حجت دلیل ما شود در نزد الله رب العزه. خب، ما هفته گذشته آنچنان که یاد داره درباره امام بخاری، درباره حیات امام بخاری با شما صحبت کردیم. بسیار فشرده صحبت کردیم، بعضی جاها را اختصار نموده تا اینکه با آخر رسانیم و تا وقتی همو فوت امام بخاری را تا زمانی که جان به جان آفرین تسلیم کرد برای شما من بیان نمودم و به شما وعده هم کرده بودیم که انشالله هفته آینده درباره ایجادیات امام بخاری، درباره فضایل این شخصی بزرگ که بزرگا در حقش چیها گفتیان، البته به اختصار. اگر ایرا مفصل گوییم که یک جمعه در 20 جمعه خلاص نمیکنیم. خطیب بغدادی در تاریخ معروف خود 3 صحیفه را به امام بخاری بخشیده است. در 3 صحیفه فضل بزرگی های بخاری را روایت کرده است. ای برای این 3 صحیفه را بیان کردن با کمش 10-15 جمعه لازم می آید. از همون خاطر بسیار فشرده و با اختصار درباره فضل بخاری، درباره ایجادیاتش، خاصتا درباره صحیح بخاری انشاءالله امروز با شما صحبت خواهیم کرد. امام بخاری از زمره آن بزرگان است که قول علمای معتبر اسلام اگر در حقش جمع کنیم یک کتاب بسیار کامل میگردد. امام بخاری از زمره بزرگان است که اجماع علمای امت اسلامی بر بزرگیش ثابت شده است. کسی او را مورد طعن قرار نداده است. قول بعضی از بزرگان را نقض تو میارم، همون بزرگایی را که انشاءالله ما و شما نقض میشناسیم شون. شاید در هفته های گذشته درباره شون کم کم صحبت کرده بودیم، از فضل و مرتبت اونا شما واقف هستید. بعد شما خود خلاصه کنید که این چی شخصیت است، خدای تعالی چی بزرگی براش عطا کرده است. اولا از امام مسلمی که رفیق بخاری است، مسلمی که شاگرد بخاری است، مسلمی که نامش در قطار بخاری همیشه ذکر میگردد، مسلمی که صحیحش در قطار صحیح بخاری گذاشته می شود. مسلم میگوید جز مرد حسود ای امام محدثین کسی به تو کینه نمیورزد. غیر از حسد برها هیچ کس جرأت نمیکند که نسبتی تو سخنی بد گوید یا کینه توزی و کینه ورزی کند. البته این حسود به دردی بیدوای مبتلا است. افسوس و صد افسوس که در زمان ما همه حسودها زیاد هستند و این درد حسد قریب که شفا نیابنده است. خداوند متعال در قرآن بزرگ پیامبر خویش و تمام بندگانش را نصیحت فرموده است، تأکید کرده است. قل اعوذ من شر حاسد اذا حسد، بگو پناه میبرم
ما اختصار کردیم سوره نوسا، سوره فلق. بگو پناه میبرم ای حبیبی من، خود پناه ببر و به امتانت بگو پناه میبرم از شر حاسد وقتی که حسد بورزه. که وقتی که حسد بالا گرفت دیگه نه مروت میماند، نه جوانمردی میماند، نه عدل میماند، نه حقیقت گویی میماند. کینه توزی و عداوت و بخل و حسد یک درد بی‌دوایی است که در وجود انسان که وقتی جای گرفت یگانه علاجش مرگ است. در روایت اومده است و ای داء ادوأ من حسد، کدام درد بی‌دواتر از حسد است؟ توانم این که نیازارم من درون کسی، حسود را چی کنم کوزی خود برنج در است. شیخ سعدی میگه که من حلیم هستم، خدای تعالی برای من یک آداب و خلق حسنه داده است، کسی را آزار نمیتم، اما همین بدبختی حسود چی کنم کوزی خود زیرا برنج در است. او از دست هم حسودش، از دست حسدی خودش در رنج گرفتار است. توانم این که نیازارم من درون کسی، حسود را چی کنم کوزی خود برنج در است. بمیر تا برهی ای حسود که این رنج است، که از ملالت آن جز به مرگ نتوان رست. ای حسود میگه دعا که خدای تعالی تستر جان تا قبض کنه تا اینکه از همین درد بی‌دوا از حسد بردن حسد خوردن خلاص شوی، علاج دیگر نداری. از این خاطر بود که ببینه امام محمد ابن یحیی زحلی با وجود او قدر علم و مرتبه داشتن، به مقابل شاگرد خود قایم شد، تهمت ها در حقش قائل شد. شخصی که در میان محدثین اینقدر نام و اینقدر بزرگی و مرتبه داشت، زیرا که حسد خاموش کرده نتونست. وقتی که آتش حسد علنگه گرفت که مردم نیشاپور شاگرد بر استاد ترجیح دادیان، جای آن که فخر کند که چنین یک شاگرد را تربیت کرده است، آتش حسد علنگه گرفت بر ضد این شاگرد قیام کرد، میخواست او را سیاه کند، اما او سیاهی فقط در نام خودش افتیده. بس امام مسلم میگه من شهادت میدهم، من گواهی میدهم که امروز در دنیا از تو عالمتر به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی نیست. ببینه این سخن آدم قطوری نیست، سخن شخص است که بعضی از محدثا حتی که صحیح او را بر صحیح بخاری ترجیح دادند. سخن کسی است که قریب در یک پایه با بخاری قرار دارد. روایت میکنن که باره امام بخاری علت یکی از احادیث مسلمه در نزدش بیان کرد. علت اما سبب ها و کمبودی های غامیزه را میگن که در متن حدیث پوشیده است. علما او را درک میکنن، در چشم عوام الناس اما حدیث صحیح میتابد، اما علت درچه علمای نازک ادا و نازک بیان پیدا کرده میتونن. وقتی که امام بخاری همون علت حدیث برای مسلم نشان داد که همه علت دار است، امام مسلم از میان دو چشم بخاری از پیشانیش بوسه کرد، گفت ای استاد اساتید، ای پیشوای محدثین، ای طبیب حاذق در طبابت علل حدیث، اجازت گفت پاهات بوسه کنم. سبحان الله، کجا در میابه خیلی عالمه بزرگ مثل امام مسلم میگه که ای استاد اجازت من پاهایت را بوسه کنم. از برای خدا این همین سخنا بود، همین بزرگی بود، خاکساری و فروتنی بود که امروز نام امام مسلم در ردیف اول است. وقتی شیخین گفتن بخاری و مسلم در نظر دارند، وقتی صحیحین گفتن صحیح بخاری و صحیح مسلم در نظر دارند. او امام مسلم ابن حجاج نیسابوری در قطار زمره امام بخاری است، هر دش قریب در یک زینه قرار دارند. از روی همین فروتنی بود، از روی خاکساری بود، از روی این حق شناسی و جوانمردی بود که خدای تعالی این مرتبه و منزلت به امام مسلم هدیه کرد. اما زحلی چی کار کرد؟ محمد ابن یحیی زحلی که یک محدث بزرگی بود،
استاد بخاری است. ما گفتیم که در صحیح امام بخاری 34 حدیث امام بخاری از محمد ابن یحیی زحلی روایت کرده است. کتاب زهریات دارد، در احادیثی که از امام زهری روایت شده است یدی طولا داشت، بهترین محدث بود. نامش کی به بزرگی میبریم؟ هر وقت که ذکر بخاری کرده بعد میگه وا یک شخص حسد بری بود استاد بخاری با نام زحلی، محمد ابن یحیی زحلی، و متاسفانه نوجوان مردی کرد و یک تهمت را در پای بخاری بست. ببینه هر کسی که بد کرد البته که جوابش میبینه. در همین دنیا خدای تعالی خار و ذلیلشون کرد تو برای دیگران درس عبرت شود. زحلی دیگر اون زحلی پیشتر نبود، بعد اتهامتی با پای بخاری بستند. امیر بخارا خالد ابن احمد که نسبت بخاری دشمنی کرد، عداوت کرد، این شخص بعد چند از وظیفه معزول گشت. در ابتدا تابع طاهریان بود، بعدا جانب صفاریان گذشت. عاقبت الامر عمرو ابن لیث صفاری او را از وظیفه سبکدوش کرد. در بعض روایات اومده است که در بالای خر چپنه سوارش کردند، در بخارا شرمنده‌وار گرداندندش. گمان کرد به همین جانم خلاص است. به خاطر زیارت خانه خدا حج در موسم حج عازم سفر شد. در بغداد که رسید به خلیفه دور، خلیفه که همون زمان از آل عباس خلافت میکرد، خبر رسید که این همون خالد ابن احمدی بدگهر است که امام بخاری را نسبتش عداوت دشمنی کرده. به سبب عداوت دشمنی امام بخاری بخارا را ترک کرده بود. بعضی گناههای دیگر هم داشت. خلیفه امر کرد گرفتن بردن در زندان انداختنش، تا اینکه عاقبت الامر در زندان پادشاهی از دنیا گذشته رفت. و حارث ابن ابوورقای بدگهر که به فرمان امیر بخارا نسبت بخاری سخنهای کذب و دروغ پهن میکرد، عاقبت الامر به دردهای بیدوام مبتلا شد. به بعضی روایات اومده است که به بیماری جذام گرفتار شد، به بیماری مخو. خدای تعالی او کسایی را که دوستای خدا را در دنیا آزار میدهند نسبتشو قیان میکنند، در همین دنیا خار و ذلیلشو میکنند. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی رو خدا رسوا نکرد. همین را به یقین بدانید. اما مسلم ببینه که به سبب آنکه حقیقت حال بیان کرد، جوان مرد بود، واقعیت گفت، خدای تعالی چه مرتبه و چه منزلتی براش داده است. یکی از بزرگان دیگر محمد ابن اسحاق خزیمه که با لقب ابن خزیمه در علم حدیث بسیار معروف و مشهور است، یک کتاب دارد با نام صحیح ابن خزیمه گفته می شود. ایرا امام محدثان می گفتند ابن خزیمه را. می گوید در زیر سقف آسمان عالمتر و حافظتر از امام بخاری به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را ندیدم. در زیر سقف آسمان از امام بخاری حافظتر کسی نیست به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت امام احمد حنبل صحبت هفته گذشته کرده بودیم و شما بیان کردیم که با همون بزرگی و مرتبت میگوید خراسان بزرگ همانند بخاری را از خود خارج نکرده است. خراسانی که وطن اینقدر بزرگا است، خراسانی که اکثر کل محدثا از همونجا خارج شدیان، میگوید به مثل امام بخاری تا هنوز از خود خارج نکرده است. ابو حاتم رازی یک محدث به نهایت بزرگ است. در حق ابو حاتم رازی احمد ابن سلمه نیسابوری، همون شخصی که بخاری را هنگامی از نیشاپور خارج شدن به تنهایی اومد غسل کرد، محدث روایت میکند که بعد وفات اسحاق ابن راهویه و بعد یحیی ابن معین که آفتاب تابان و درخشان در علم جرح و تعدیل بدند، بزرگترین عالم جرح و تعدیل ابو حاتم رازی است. ابو حاتم رازی میگوید نه خراسان مانند امام بخاری را از خود خارج کرده است و نه در بغداد به بزرگی امام بخاری کسی داخل شده است.
خارج کردن خراسان ایست بسته. از زمانی که شهر بغداد ساخته شد، پایتخت اعلان شد، به بزرگی امام بخاری کسی داخل بغداد نشده است. این قول بزرگا در حق امام بخاری است. سبحان الله. امام ترمذی صاحب جامع السنن که ما و شما خوب میدونیمش، جامع السنن امام ترمذی در صحاح سیته داخل است، بسیار معروف و مشهور است. میگوید در عراق و خراسان و حجاز در علت حدیث، یعنی کمبود حدیث یافتن، در تاریخ، در شناختن سند حدیث عالمتر از بخاری کسی روا نخوردم. و قصه میکند که باره امام بخاری میگوید در نزد عبدالله ابن منیر محدثی بزرگ بود. عبدالله ابن منیر یک دو سوالش کرد، بعد از جاش قایم شد، گفت ای ابو عبدالله، خداوند تر زینت امت اسلامی گرداند. استاد در حق شاگرد دعا کرد که یا ابو عبدالله، خداوند تر زینت امت اسلام گرداند. ببین دعاش مستجاب شد. امروز ما فخر میکنیم که الحمدلله در عالم اسلام بزرگ مثل امام بخاری پای به عرصه هستی گذاشته است و کتابی را به این بزرگی نوشته است. یک محدث بسیار بزرگ است، استادی اگر تمام محدثان گویم غلط نمیکنیم. ابو رجا قتیبه ابن سعید بغلانی، این شخص در عنفوان جوانی از امام مالک و از سعد ابن لیث ابن سعد ببخش مصری احادیث برداشته بود. بعدا تمام محدثایی که امروز نامشون میدونیم از اونا آثار باقی گذاشتن، قریب به همگی اومده در نزدش تعلیم حدیث گرفتن. احمد ابن حنبل شاگردش است، یحیی ابن معین شاگردش است، ابو حاتم رازی، ابو زرعه رازی، علی ابن مدینی، بزرگایی که نامشون در طول 2-3 درس اخی با شما بیان میکردم. اصحاب صحاح سیته غیر ابن ماجه 5 نفر دیگرش، همه شاگردای همین شخصی بزرگ هستند، همه در نزدش درس خوندن. باره گفت از شرق غرب، یعنی از عالم اسلام، مردم به خاطر شنیدن حدیث از من، علم حدیث گرفتن، کوچ کرده می اومدن. در میان همه این طایفه از ابو عبدالله محمد بخاری عالمتر کسی نزد من نآمده است. گفت مرتبه و منزلت امام بخاری در میان محدثین، ببینید محدثای عصر بخاری بزرگترین محدثای اسلام هستند، مرتبه و منزلت امام بخاری در میان محدثین مثل مرتبه و منزلت حضرت عمر در میان اصحاب بود. سبحان الله. قتیبه ابن سعید بغلانی میگوید اگر بالفرض امام بخاری در زمان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تولد میشد، با وجود همین یک آیه از آیات خدا بود، یک نشانه از نشانه های بزرگی خدا بود، همون وقت هم اعترافش میکردن. استاد شیخ اسحاقی راهوی باره وقتی که بخاری علت 11 حدیث براش بیان کرد، گفت ای مردم، همین محمد خردسال میبینید، قسم به خدا اگر ای در زمان حسن بصری زندگی میکرد، با وجودی آن که امام حسن بصری 500 صحابی پیغمبر از یارت کرده است، از اونا علم آموخته است، مردم باز محتاج به همین علم بخاری میشدن. یک شاگرد دارد امام بخاری با نام ابو عمرو خفاف، وقتی که از بخاری حدیث روایت میکند میگوید حدیث کرد به من مردی پاکیزه روزگاره که آفتاب به بزرگتر از آن هرگز نتابیده است. به بزرگی او شخصی را نه در غرب نه در شرق من ندیدم. بعدا میگوید در دوامی سخنش که هر کسی که نسبت امام بخاری دشمنی میکند او از راه و جاده مسلمانان دور است. هر کسی که نسبت بخاری بهتان را روا می‌دارد یا قول بهتانگرا را در حق او قبول میکند، لعنتی خدا بر او هزاران بار باد. زیرا مرتبه و منزلت امام بخاری در میان محدثان چون امام احمد حنبل
و امثال او بزرگها 20 درجه بالاتر بود. از امام احمد حنبل و امام احمد ها در علم حدیث بخاری میگه 20 درجه بالاتر بود. پس هزاران لعنت بر کسی که بر این مرد بزرگ طعنه را روا می‌دارد. سبحان الله. این است بخاری. چنین یک جوان مردی بود، چنین یک شخصی صالحی بود. گفتیم که ابوبکر ابن ابی شیبه بازیلش میگفت در علم حدیث. ابن حجر عسقلانی شارح بخاری، شارح صحیح بخاری میگوید ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری یک جبل حفظ و امام فقیهان و امام محدثان است. محدثان عالم، یک مذهب نه. اولش که یک جبل حفظ است، یک کوه حفظ است. با این قوه حافظه خدای تعالی از مخلوقات کم آفریده است. ثانیاً امام فقیهان و محدثان عالم است. یک شمعی بود از گفتار بزرگا در حق بخاری تا اینکه شما بدونید که این چی شخصیت است، چی مرتبه و منزلت دارد. او کسایی که ما سخناشون براتون آوردیم بزرگترین علمای علم حدیث هستند، بزرگترین محدثین اسلام هستند برادران. هزارها هزار سخن است، من از میانشو گلچین کردم یک دسته گل، همچی یک دسته گل تا اینکه به شما هدیه کنم، زیرا وقتی ما امکان آن ندارد که همه او سخنها را برای شما بیان سازیم. و شما هم امام بخاری نیسته که همه سخنهای ما را به یک بار حفظ کنید. با وجود این قدر علم دانش، پرهیزگار، با ورع بود، بسیار خدمتگار بود. خدای تعالی همین خیلی حافظه قویش داده است، با شبانه روز کار میکرد، در پی علم بود، علم آموخت، میجست. هر وقت مانده میشد است، مانده میشود انسان وقتی که تن جانش راحت طلب میکردن خود را مذمت میکرد است که یا ابو عبدالله تو شرم نمیداری؟ دهقانا در زمین کار میکنن مانده میشوند، هنرمندا به هنر مشغول هستند، آهنگرا آهنگری میکنن، زرگرا زرگری میکنن، مانده میشوند. او تو همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوار شب و روز اقامت میورزی، دائم در صحبت پیغمبر هستی، دائم در حلقه پیغمبر هستی، تو نخواه مانده شوی؟ به همین خیشه تسکین میبخشید است و با کار دوام میداد. یا الله، اگر یک نفری ما ای هزار یک حصه کاری او را کرده باشه میگیم به همین تمام کاری ما در دنیا خلاص شد که وقتی استراحت سر زد. اما بخاری تا آخر حیات محنت میکرد، مشقت میکشید، می نوشت، می آموخت، در طلب علم بود. از همین خاطر بود که مستجاب دعوه بود، دعاش اجابت میشد. بخاری خود میگوید در حیات 2 بار از برای کار دنیا دعا کردم، از خدا طلب کردم، هر 2 بارم خداوند اجابتش کرد. بعد دیگه میگه برای دنیا هیچ طلب نکردم، ترسیدم که مبادا ای ثواب آخرتم کاسته شود. یعنی در این دنیا خدا بتمام با ثواب آخرتم کاسته شود. برای همین تمام مشقت تحمل میکرد، پیش خدا دعا نمیکرد. و اینو خدای تعالی اگر دعا میکرد که خداوند همین دشمنام در پیش چشمم خور کنه، همونجا خور و ذلیل میشدن، اما این کارو نمیکرد. همون محنت و مشقت امتحان تحمل میکرد. واقعا مستجاب دعوه است امام بخاری. وقتی که از بخارا هم رانده شد، اومد به دهه خیرتنگ، دهه پایروق امروزه که گفتیم در نزدیکی سمرقند قرار دارد، در خانه یک خیشش با نام جبرئیل ابن غالب همونجا دعا کرد. گفت اللهم انه قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. پروردگارا گفت زمین به همین وسعت و بزرگیش امروز برای من تنگ شد، دیگه در هیچ جا چشمی دیدنم ندارن. از نیشاپور بیچاره خارج شبانه برآمد، از بخارا خارج شد، زمین به همین وسعتیش برا نمیخنجاله. خدایا گفت روح قبض کن. یا الله، خدایا گفت جان ما قبض کن.
یک ماه نگذشته بود از دعای کردگیش که خدای تعالی جانش قبض کرد در شب عید فطر، در شب عید رمضان، شبی که صبحش عید میشه، پیش نماز عیدش کردن امام بخاری را. مستجاب دعوه بود اما دعا نمیکرد. چرا؟ زیرا بعضی از اولیاء الله هستند که میگن که برای کاری دنیا باید دعا نکنی، باید صبر کنی. مولوی روم میفرماید قسم دیگر میشناسم ز اولیا که دهنشان بسته باشد از دعا، از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع بلاشان شد حرام. من یک عده از اولیاء الله هم میشناسم میگه که هیچ وقت دعا نمیکنن، هرچی آید نزد ایشان خوش بود، آب حیوان گرده در آتش بود، زهر اندر کامشان شکر بود، سنگ اندر راهشان گوهر بود. هر محنت هر مشقتی که بسرشون میآید با صبر تحمل میکنن تا اینکه مبادا از ثواب آخرت مکاسته نشود. جملگی یکسان بود شان نیک بد، از چی باشد این زی حسن ظن خود. همه براشو یک است، یکسان است. سببش چی است؟ حسن ظن، گمان نیک در حق آن که هر چی بسر میآید همه این امتحانهای پروردگار است، به تقدیر خدا است و صبور میشدند. چنین یک جوانمرد، چنین یک بزرگ الحمدلله در میان مسلمانان طلوع کرد، از میان ما گذشت، اما بعد خود ببینه که چی آثار بزرگی گذاشته است. انشاءالله درباره آثارش مختصرا صحبت کنیم. از امام بخاری در کتب تاریخ، در روایات 27 اثر ذکر شده است، نام و نام. خاصتا در کتاب کشف الظنون حاجی خلیفه نامهای همونا را آورده است. اکثریت شو تا امروز نرسیدیان، نام شو هست اما همون کتاب حالی وجود ندارد، شاید در طول تاریخ از بین رفته است، اما نام 27 اثر امام بخاری ثبت شده است. از جمله کتاب جامع الصحیح که همه ما و شما او را میشناسیم، کتاب تاریخی کبیرش که درباره او با شما صحبت کردیم که التاریخ الکبیر دارد، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، هم تاریخ کلان، هم تاریخ میانه، هم تاریخ صغیر که در اوجا رجال حدیث بیان کرده می شوند. این چنین امام بخاری رساله های زیاد دارد، مثل رفع الیدین فی الصلاه، بر الوالدین، نیکی و احسان در حق والدین، کتاب الکنا و الاسامی دارد، کتاب الضعفا دارد، الکتاب المبسوط دارد، الجامع الکبیر دارد، المسند الکبیر و غیره و هاکذاها که جمع الجمع عددشو به 27 میرسد. اما در میان کتاب های امام بخاری بزرگترینش همین کتاب صحیح است که نام پره آن الجامع الصحیح المستند المختصر من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه می باشد. بزرگترین کتاب امام بخاری و بزرگترین کتاب بعد قرآن عظیم شان همین جامع الصحیح امام بخاری است. انشاءالله در اطراف همین کتاب صحبت میکنیم. کتاب جامع الصحیح امام بخاری در طول 16 سال حیات خیش نوشته است. امام بخاری خود روایت میکند که برای جمع این کتاب 16 سال حیات مصرف کردم، در کتابخانه نه، در بالای شتران، در سیر، در سفر، در جمع آوردن حدیث. شما گمان میکنید این حدیث جمع آوردنش آسان است؟ بعضا ها میشد بر روایت خود امام بخاری که نزدی 10 ها شیخ میرفته، میگه هر کدامش هزارها حدیث داشتن، اما از بس که همون شیخ یک علت دارد، ضعف دارد، همه حدیث را ترک میکرده، با یک روایت شده نمیگرفتم. یک شاگرد داشت با نام ابو حاتم وراق که وراق کاتب امام بخاری بود. یک روز در مسئله یک حدیث اندکی به شک سوال کرد، گفت یا ابو حاتم تو گمان میکنی من تدلیس میکنم؟ تدلیس اصلا معنی لغویش پوشاندن عیبی مبیع است، پوشاندن عیبی کالا. وقتی که تاجر عیبی کالا جانه میگه و در یک کس فن میکنه بفروشش، همین تدلیس است.
اما در علم حدیث تدلیس سه نوع می شود: تدلیس در اسناد، تدلیس در شیوخ و تدلیس تسویه. تدلیس در اسناد که بدترین تدلیس است، اون است که یک شخص از یک شیخی که با او ملاقات کرده است اما همون حدیث نشنیده است، با لفظ روایت میکند که خواننده یا شنونده گمان میکند که همه حدیث از همون شنیده باشد. همون آدم واقعا ملاقات کرده است، در صحبت 6 تا بوده است، اما همون حدیثی را که روایت میکنه از اون مرد نشنیده است. اگر بگه حدثنی فلان، فلانی مرا حدیث گفت، دروغش که فاش شود ابدالآباد دیگه یگان روایتی را کسی قبول نمیکنه. از همین خاطر بعضیش احتیاط میکردن، بعد نمیگه که حدثنی فلان، میگه قال فلان، فلانی گفت. اگر سختش بگیرن که تو اخی خونه در بلنده که تو فلانی را همین حدیث ایو نشنیدی، ای که جا میگوی، میگه اخی ایدهانی مردم شنیدم که فلانی گفت، یا عن فلان میگه از فلانی، میگه ای فلانی روایت چی دست اخی، من ایدهانی خچم نشنیدم باش، من دیگر رو شنیدم. ایره تدلیس میگن در اسناد. این بسیار یک فن نازک است. ایره فقط همون ماهرای علم حدیث میتونن معین بسازن. تو گفت گمان میکنی من تدلیس کنم؟ من گفت برای اون که در حق یک شیخ یک آدم گفته است که همین سوء حفظ است، قوای حافظش ضعیف است، 10,000 حدیث پرت افتم، از بحر 10,000 حدیث گذاشتم برای اون که در یکی از راویای همون حدیث نظری بود یا نظری اندکی بود. تو گمان میکنی که من بخود جرأت میکنم تدلیس میکنم؟ خود میگه که از میان 600,000 حدیث ارامی 7,563 حدیثی صحیح خود من نوشتم. جامع صحیح از میان 600,000 حدیث انتخاب کردم. سبحان الله. هر باره که حدیثی را میگم میخواستم در کتابم ثبت کنم، در ابتدا غسل میکردم، بعدا 2 رکعت نماز میخوندم و بعد از آن در کتاب ثبتش میساختم. انا این مرتبه و منزلت میگن. از این خاطر است این کتاب به این بزرگی امروز در عالم نامآور گشته است. کتاب جامع صحیح 97 کتاب 3450 باب رو در بر میگیرد. در مسئله عدد احادیثش قولهای مختلفه زیاد است، اما تحقیقهای اخیری که علمای علم حدیث کردن در اکثریتش من نظر کردم همه 7563 تا میارن، البته به حساب معلقات بخاری. و این کتاب جامع صحیح کتاب است که هیچ یک مخلوق چنین کتاب در تاریخ ننوشته است و در آینده هم نوشته نمیتونه. صحیح در این کتاب بعد قرآن عظیم شأن باشد دیگه در این موضوع چی گفته می شود؟ شیخ شمس الدین ذهبی بزرگترین رجال شناس اسلام میگوید صحیح امام بخاری بزرگترین کتاب در اسلام بعد قرآن عظیم شأن محسوب می شود. ببینید شیخ ابو نصر عبیدالله سجزی در کتاب ابانة الکبری فی القرآن روایت کرده است، میگوید با اجماع علمای اسلامی از فقها و غیر فقها اگر شخص بالفرض قسم به طلاق زنش خورد که در جامع صحیح بخاری یگان حدیث ضعیف نیست، همش صحیح هستند، اجماع علمای اسلامی ثابت است که زنش طلاق نمی شود، یعنی خونیست نمی شود. شما میفهمید چی گپ است؟ قسم به خدا من حاضر نیستم که برای یک صحیفه یکی نمیده رونویس شده است کو قسم به طلاق زن بخورم، زیرا شاید اونجا تصحیف شود. خاصتا امروز که جوانای ما دیگه علم نخونن، از مکتب بگریزن، در یک دیکتانت می نوشتگیشو 100 خطا میکنن. شما ببینید بزرگی کتاب تا کدام درجه است که علمای اسلام اتفاق دارند که اگر شخص قسم به طلاق زنش بخورد که در صحیح امام بخاری یگان حدیث ضعیف نیست، زنش طلاق نمی شود. یا الله، از این بزرگتر دیگه مرتبه و منزلت از کجا می جویید؟ امام نووی شارح مسلم، یک عالم بسیار بزرگ، محدثی بزرگ، مفسری بزرگ، میگوید در صحت صحیحین، یعنی در صحت صحیح بخاری و صحیح مسلم، اجماع علمای اسلامی
و وجوب عمل به این احادیث ثابت است. وجوب عمل به صحیحین. شیخ بدرالدین عینی یکی از بزرگترین محدثای حنفی مذهب که کتاب صحیح بخاری را طبق مذهب امام اعظم ابو حنیفه در نظر دارم، همون حدیثای احکام شرح توضیح میدهد. کتاب دارد با نام عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری که از بزرگترین کتب شرح بخاری محسوب می شود. بیان کرده است که علمای شرق غرب اسلام، یعنی علمای عالم اسلام، اتفاق بر آن دارند که صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم شان در تاریخ بشر صحیحین است، صحیح بخاری و صحیح مسلم. یا الله، اگر تا صبح گپ زنیم گپ مخلص نمی شود در این موضوع. شاه ولی الله دهلوی، شاه محدثین، شاه مفسرین هند، شیخ الهند، وقتی که درباره صحت بخاری و مسلم روایت میکند، بعدا میگوید هر ضعیفه، هر بی‌بصره، هر خیرسره اگر طعن بر اید بزرگوار وارد کند، او حقوق مسلمان نامیدن ندارد، او از راهی که عامه مسلمانان اختیار کردن منحرف شده است. زیرا بر صحت این کتاب علمای اسلامی تصحیح گذاشتیان، صحت ثابت کردگیان. شیخ ابو زید مروزی میگوید در حرم بودم، باره میگوید خوابم برده است، در میان رکن و مقام حضرت ابراهیم خلیل ناخوش در خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم. آمد گفت یا ابو زید شرم نمیداری؟ چرا کتاب های شافعی را درس میتی و کتاب های مرا درس نمیگویی کتابی مرا؟ شیخ ابو زید مروزی یکی از علما و یکی از مجتهدای مذهب امام شافعی است. گفت یا ابو زید تو چرا کتاب های امام شافعی را درس میگویی و کتابی مرا درس نمیگویی؟ میگه بهت زده شدم. گفتم یا رسول الله کتابی تو کدام کتاب است؟ گفت جامع الصحیح امام بخاری، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع صحیح به خود نسبت داشته. ابن خلدون در مقدمش میگوید که من از شیخ‌های زیادم شنیدم که در ذمه امت اسلامی نوشتن شرح کامل بر صحیح بخاری فرض گشته است. اگر مسلمان‌ها بر صحیح بخاری یک شرح کامل ننویسند، همش ترک فرض کردن، فردا در پیش خداوند جواب میگن، فرض کفایه گشته است. و الحمدلله و المنه علمای اسلامی کمر همت بسته و بر صحیح بخاری شرح کامل نوشتند و این فرض کفایه را از ذمه مسلمانان ساقط کردند. چند از شروح امام بخاری را با نامهاشو بیان میکنم انشاءالله، وقتم کم مانده است. بزرگترین شرح بخاری موافق قول اکثر علمای حدیث و علمای اسلامی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ابن حجر اسقلانی است. این شخص صحیح بخاری را به حد شرح نوشته است که امام شوکانی میگه بعد از فتح دیگه هجرت لازم نیست. الفتح لا هجرت بعده، یعنی که برای جستجوی حدیث، برای تتبع حدیث دیگر هجرت لازم نیست. هر کسی که کتاب همین فتح الباری را داشته باشد برای او را کافی است. هر حدیثی را بخاری روایت میگیره، باور کنه حرف به حرف، کلمه به کلمه، احکام جدا، تاریخ جدا، رجال را که بخاری روایت میکند جدا جدا بیان ساخته است. این مرد واقعا بسیار شخصیت بزرگ است. ابن حجر اسقلانی در میان محدثای ما یکی از محدثای بزرگ در نظر دارم، شخصی بود با نام دارقطنی. اکبر طالب علم و علما الحمدلله میشناسند که اکثر مردم نمیدونن. سنن الکبرى دارد، کتاب‌های زیاد دارد، بسیار محدثی بزرگ است، اما متاسفانه در مسئله صحیحین اندکی به خطا راه داد. موافق همو تعلیقات خود، موافق اصولی که پیش گرفته است، از میان صحیحین به زعم خود گویا که 210 حدیث ضعیف یافته است که از همین 210 حدیث
32 حدیثش متفق علیه است که هم بخاری و هم مسلم روایت کرده اند. 78 حدیث بخاری از بخاری است، 100 حدیث از صحیح مسلم. ابن حجر اسقلانی در هدی الساری، یعنی در مقدمه همین فتح الباری، تمام همین 210 حدیث هم میارد با دلیل حجت نادرست بدن قول دارقطنی را اثبات کرده است جوان مرد. البته او فرضی را که در ذمه امت اسلامی گذاشته شده بود که باید البته صحیح بخاری را شرحتن ابن حجر اسقلانی ادا کرد، الحمدلله و المنه. دوم شرح بزرگترینش نزد ما احناف ما یکمش حساب میکنیم، عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری علامه بدرالدین عینی. بعضی از محققان واقعا عمدة القاری را از فتح الباری بالا گذاشتند به سبب بعضی عملهای بیشتر و زاییتر که هم از نظر نحوی و از دیگر نظرها هم شرح توضیحات بیشتر داده است علامه بدرالدین عینی. دیگر از کتب بزرگ معتبر ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری می باشد علامه شهاب الدین قسطلانی مصری و غیره و هکذاها کتاب ها هستند. علما میگویند از 59 تا 82 شرح کامل و شرح مختصر بر صحیح امام بخاری نوشته شده است. تصور میکنه کدام کتاب اینقدر تحقیق کردیان؟ ای بود شاید که این حجتی که من براتون میگم سند من برای شما بیان کرده استم کهنه شده باشد، زیرا عالما امروز هم قرار نیستن، امروز هم شرح توضیحات زیاد می نویسند. یک دو سه کتاب خواندم، مثلا در اونجا سخن درباره فیض الباری نمی رود، شرح صحیح بخاری فیض الباری انورشاه کشمیری عالم بزرگ هندوستان ایرا بیان نکردیان. پس از این معلوم میگرده که الحمدلله علمای عالم اسلام درباره صحیح بخاری تا حاضر کوشش غیرت و سعی تلاش به خرج داده ایستاده‌اند، شرح‌های خوب نوشته ایستاده‌اند و الحمدلله و المنه کسایی که میخواهند صحیح بخاری را کامل و مکمل درک کنند میتوانند که به همین شرح‌ها مراجعت کنند، زیرا تمام چیزایی که میتونه در ذهن انسان شبهه بیارد، تمام کلمه‌های مجمل، کلمه‌هایی که مشکل فهم هستند، هم از لحاظ لغت هم از لحاظ مثلا معنا، همه یورا شرح توضیح دادن. این بود سخن چند درباره امام بخاری بزرگ و درباره صحیح امام بخاری و درباره شروح آن. من یک چند دقیقه را جدا کردم به خاطر چی؟ برای آن که با جوانان مراجعت کنم، با پدران که فرزند دارن مراجعت کنم که شما ببینه این درجه و منزلت امام بخاری با چی دریافت؟ با چی؟ با علم بود که بخاری را بخاری گردان. اما طلب علم بود که امروز شرق غرب همه امام بخاری میگویند. طلب علم بود که صحیحش در پایه و در حد نوشته است که بعدی قرآن عظیم شان بزرگترین کتاب است. حالی ما فقط درباره شرح‌های صحیح گفتیم. باور کنید اینجا سخن زیاد است، من نمیتونم همه او را برای شما بیان کنم، زیرا وقت ما بسیار تنگ است، ضیق است. و ایلا در کتاب ها آمده است 29 شخص معروف و معتبر اسلامی بر صحیح بخاری حاشیه نوشته‌اند. 16 شخص عالم معتبر مقدمه نوشته‌اند بر صحیح هایی که چاپ میشوند، مقدمه 16 شخص معتبر. 15 بزرگمرد صحیح بخاری را مختصر کردیان، یعنی حدیثایی را که تکرار میآیند تکرار را پرتوفتیان و فقط هم حدیثای یک بارش گرفتیان. این مرتبه و این منزلت به بخاری از کجا دست داد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خواب یک عالم بزرگ، یک مجتهد شافعی مذهب داخل میشود و میگوید که چرا کتاب من یعنی صحیح بخاری را درس نمیگویی و کتب فقهی شافعی را درس میگویی؟ همش به شرافت علم بود برادرای عزیز. بخاری تا آخر از طلب علم باز نایستاده است، همیشه در طلب علم بود. از خردسالی تا کلام بزرگسالی همیشه در طلب علم بود، علم طلب میکرد. واقعا مرتبه و منزلت شخص میتواند که توسط طلب علم بیاید. مرتبه و منزلت عالم نسبت عابد همیشه بالاتر است.
عابد کسی را میگن که دائم به عبادت مشغول است. حتی بعضی از عابدا است که سر از سجده الهی نمیبردارند، همیشه به ذکرند، همیشه به یاد خدا هستند. عابدای تاریخ یاد دارد که مردم را ترک کردند، دنیا را ترک گفتند، بیرون از شهرها و بیرون از دهات در کوه و نمیدونم در دشت ها و مرغزارها خیمه زده و به تنهایی به عبادت خدا مشغول هستند. ببینید مرتبه انم طالب علم اندک از مرتبه همو بالاتر است. امام ترمذی روایت میکند از ابو امامه باهلی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم: ذکر لرسول الله صلی الله علیه و سلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم. میگه در نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر دو مرد کردند، از دو شخص سوالش کردند که یکیش عالم است، دیگری عابد، فقط به عبادت مشغول. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است بر کمترین شما. انمی چقدره که من مرتبه و منزله دارم در پیش خدا و در جامعه نسبت کمترین شما از روی درجه و منزلت، عالم نسبت عابد انم قدر فضیلت دارد. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گرد صد خشت است خود را ره کند. زیرا شیطان خشت طاعت میکنه، اگر د صد خشت هم که مونی یک روز رخ نمیکنه، زیرا علم نداره. عابدی که علم نداره زود گمراه میشود. نوم عالم از عبادت به بود، آنچنان علمی که مستنبه بود. خواب عالم از عبادت بالا است. میگه چرا؟ علم دریای است به حد کنار، طالب علمند غواص بحار. این علم یک دریای به حد کنار است و طالبای این علم است، یعنی غواصای هستند که لعل و یاقوت و مرجان از زیر آب در و مروارید و مرجان خارج میکنن. لعل و در و مروارید و مرجان چی است؟ یعنی علم است که به مردم علم آموزند، مردم از گمراهی نجات میدهند. دیروز در یک معرکه شیشته بودیم، یکی از شاگردامو روزه گرفته است. اگه بیچاره خودش طالب علم مسافر در معرکه تمام آوردگی محیا، اگه این روزه دار است همه آش میزنن، آش پلو، این همه خاموش سرش خم. بعد دولت مراد جانشین من سوالش کرد که چی در دوری نمیخری؟ گفت روزه دارم. گفتیم خدا جانی ترا مست کنه که تو مگر نمیدونی که در ایام منهیه روزه گرفتن درست نیست؟ آخه امروز روزی 12 ذوالحجه، تا حق نداری امروز روزه بگیری. ایام منهیه 5 روز هستند: عید رمضان، عید قربان و 3 روز بعد عید قربان. این عادت داشته است روزای پنجشنبه روزه گرفتن. تیز آش بخو، در جان شیرین آش پلو زد. شب بعد شام دیدمش شاگرده وقتش چاق، هیچ خاک نیست که چی بخره دیگه. همون در ببینه رزق روزی را خدا براش مهیا کرده است، از روی نادانی و جاهلی همون را خچه محروم کرده است. ببینه این مرتبه و منزلت علم تا کدام درجه است. این عالمان نباشند، مردم راهنمایی و هدایت نکنند، گمراه میشوند. پس باید در طلب علم باشیم برادرها، علم جستجو کنیم. علم فقط علم دینی نمیشود، همین علم دنیوی علم است. زیرا علم دنیوی باعث پیشرفتن جامعه می شود. علم دنیوی باعث نکو احوالی و سبک شدن زندگی مردم می گردد از برای ثواب. اگر همین تلفن اختراع نمی کردن چقدر مردم در عذاب بود. ما دانشجو بودیم، استودنت، در 82 میکرورایون در نزد یک بودکه تلفن می رفتیم، 10-15 آدم نوبت استودیان تنگای دتینا می پرتفتن و تلفن میکردن. حاضر دیگه خورد و بزرگ کودک زن همه در دستاشو تلفن، هر وقت که جای بخواهن زنگ میزنن. البته این تلفن کمبودی ها دارد اما فایده و منفعتاش زیاد است. خدای نکرده یک جنازه شب میشد، زمان پیش ماشین میفرستادن، آدم نمیافتن که بعضی خیش تبرو را خبر کنن. اولی چی؟ تلفن میگیره، در بین 5 دقیقه تمام خیش تبری میت دعوت میکنه به جنازه یا به امر خیر، به کاری خوش.
همه همین توسط علم است برادران. به علم به جای نمیرسیم. از همین خاطر باز یک بار دیگه تاکید میکنم به جوانامون، طلبه های مکتب خاصتا دانشجوها که در ساعت درسی بسیار خواهش میکنم درستونم قدم بدونه، درستونم قدم بدونه. فضل العلم خیر من فضل العباده، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. امام طبرانی در اوسط و امام بازار در کشف الاسرار به اسناد حسن آورده است که فضل علم از فضل عبادت بالاتر است در پیش پروردگار. بعضی کارهایی هست که اگر همون علمی همون را ندونه به جای نمیرسه. بوینگ وقتی باری اول آوردن تاجیکستان، یک پیلوت نمیآورن که بوینگ اداره کنه و پرونه. یک تاجیک مسلمان یافت نمیشه که همون بوینگ اداره کنه. با چندین هزار دلار شرطنامه بسته و یک پیلوت خارجی را سفارش کردن، گرفتن آوردن. عیب شرمندگی نیست؟ مملکتی که دولتی که الحمدلله صاحب استقلال است، 7 میلیون اهالی دارد، پیلوت نداشته باشه که یک بوینگ اداره کند. ما باید پیلوتامو زیاد باشد، انژینیرامو زیاد باشد، عالمامو زیاد باشد. باور کنید تا زمانی که علم از خود نمیکنیم پا فراختر گذاشته نمیتونیم. یک عمر منت شنوی دولت‌های غرب میمونیم. هر علم در جای خودش زیبنده است. واقعا اگر یک اپندیسیت شوه او را به خوندن نشوه، اپندیسیت باید ببری بگیریش. او را با علم حدیث نشوه چیکار میکنی در این حالت؟ اگر یک البته که قرآن و البته هم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به هم طلب علم دلالت کردیان که همون علم بخونه بآموزه. یک جراح لازم است که او را چاک نو خارجش بسازه همون جراحته. از همین خاطر باز یک بار دیگه تاکید میکنم برادرای عزیز، قسم به خدا من شما را دوست می‌دارم. قسم به خدا وقتی که من در مسجد جوانا را میبینم روحم بالیده میشود. از منبر پیغمبر گفتم. اما شما هم یک چیز بفهمید که مرتبه علم از مرتبه عبادت بالاتره. علم از خود کنید، برای عبادت علم ترک نکنید. همون نماز ان شاء الله این نماز جمعه را دیرو نکردی، درس تا ترک نکن. نماز پیشین ان شاء الله وقتی که اومدی میخونی، این خدای بزرگ هم اجر ثوابی خوندن نماز برات عطا میکنه، هم اجر ثواب طلب علم. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه، رواه مسلم. امام مسلم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است هر کسی راهی را اختیار میکند برای طلب علم، خداوند راه جنت برای آسان میگرداند. از همین خاطر علم با آموزه، صاحب علم شوید، صاحب معلومات شوید، دانشمند شوید. از شما عالمای بزرگ پا به عرصه هستی بگذارند تا ما افتخار کنیم که الحمدلله او پروفسور او شخص قوم مسجد ما است. اینایش عالم بزرگی که صدها کتاب دارد این قوم مسجد ما است. ما به شما افتخار میکنیم، شما افتخار مسجد میشوید، افتخار جامعه میگردید. اما اگر نکردیم، همه از درس دور گرفتیم. پدرها گفتن که خیلی فرزندم کلاشید روسیه میره و کار میکنه، در سعی تلاش نافتیدن که همون فرزند تعلیمی باب تعلیمی کامل دهن. در اون صورت وای به حال ما که همه خیلی مستر بیچاره و درمانده باقی میمونیم. در آخر یک نظمی را انشاءالله از مولوی روم براتون میخونم و بعد نماز جمعه را شروع میکنیم. مولوی میفرماید آن یک نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی با نمود آن حق پرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. یک عالم صرف نحو عربی یک روز در دریای دجله میآید، در یک زورق میشیند. زورق نو در مابین رونده است که مراجعت میکنه که این مردک به همون علم خودش فخر میکنه. زورقران ملوح هم میگه که برادر علم نحو میدونی؟ گفت لا. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت نه. گفت نیمی عمری تو شد بر فنا. نگاه کرد که میانه عمر است. بچه گفت نیمی عمر تا از دست دادی، تا به حال که علم نحو نه آموخته باشی وای به حالت، نیمی عمری تو به بهوده گذشت. دل شکسته گشت کشتیبان زیتاب، لیک آن دم ماند خاموش از جواب. دلش رنجیده چی بگه که ایره بخواه.
باد کشتی رو به گرداب فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هجدانی آشنا کردن بگو. قدرت خدای تعالی زورق اومد در یک گردباد غلطید، گرداب ده. ملاح با عالم نحو گفت که مردک آبازی را بتونی هجدانی آشنا کردن بگو. گفت نه از من تا سباحی مجو. گفت تا از عالم نحو آبازی میپرسی؟ من که جو میدونم من عالم نحوم. گفت گفت کل عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. نباشه گفت مورا نصف عمرمو برباد شده باشه، ترا کل عمرت فنا شد. کشتی در گرداب غلطید، آبازی را که تولید که هیچ علاج دیگه نداری. بعد حضرت نصیحت میکند، فقه نحو صرف در کمامت آمده یاری شگرف. هر یک علم به جای خودش زیبنده، هر یک علم در موضع خودش زیبنده. عالم باشه که علم تفتازانی را داشته باشه، سعدالدین تفتازانی را، نه که وقتی که زنش فرزند کرد به هم یک گهواره اساس کن محتاج می شود. تا زمان هم گهواره را راست نکنن، نه تنش از کجا پیداش بکنن. از همین خاطر طلب کردن علم، هم علم دینی هم علم دنیوی، به نهایت برای ما مهم است. جوانای عزیز بسیار التماس میکنم بخوانید درساتون، درس از خود کنه با افتخار، با سری بلند، با آبرو و عزت. من میخوام که تمام عالم‌ها، تمام دانشمندا، تمام طلبه های فعال مکتب همون نمازخوانه باشن. انشالله این نمازخانه ما همین امکان دارن. بعد با افتخار وقتی سوالش میکنن که برادر این مرتبه و منزلت از کجا یافتی که تو پروفسور علمی تیپ شدی؟ بگه که از مسجد، از نماز یافتم. نمازم میخوندم، از خدای تعالی طلب میکردم، خداوند دادم. ببینید ایش یک تبلیغ میشود برای نماز، یک تبلیغ میشود برای اسلام. پروردگار و صحبت و صحبت معاصر گردان. خداوند روح امام بخاری و روح علمای علم حدیث و علمای علم فقه و دیگر علمای بزرگ اسلامی را شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان از صحبت امروزه. و پروردگار مساعدت فرما که مردم مسلمان ما چنگ به علم دانش زده و از میان خود، از جگر خود فرزندان برومند و صالح عالم مثل بخاری و مثل سینا و مثل بیرونی و مثل عطار و مثل دیگر بزرگانی که امروز عالم اسلام حتی که تمام جهان با نام اونها افتخار دارد خارج سازند. خداوند طاعت مونه به درگاهت قبول و مقبول ساز و روزی شریف جمعه و این نماز از برای جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.